سلام بچه ها، من امیرعلی هستم و امروز هم اومدیم با یه آموزش دیگه از بازی ماینکرافت و امروز هم میخوام شما یاد بدم که چطور بنر رو روی سپر بذارید. هر طریقی که دوست دارید رو روی سپر بذارید. این فقط روی جاوا و نسخه های 1.19 و 1.20 جاوا، ببخشید میگم اندروید، روی موبایل کار میکنه. خب کانال دنبال کنید، بزنید بریم برای ویدیو. Let's go. خب بچه ما وسایل لازم بهتون میگم. خب اولیش لام هست یا لوم، بعدیش هم کرافتی تیبل، بعدیش هم رنگ مورد علاقتون یا همون قرمز، و بعدیش هم بنر سفید، و بعدش هم سپر و همینطور بنر پاتیشن. ببخشید نمیدونم چی دیگه، همون دستور چی میشه. خب حالا ما لامو میذاریم و همونطور که میبینید سپر میگم بنر سفید رو میزنیم اینجا و این دستور رنگ دستور طرح میذاریم و همینطور این رنگمون رو میزنیم و میبینید که یه طرح میاد، یه طرح با رنگ قرمز. ما این رو میاریم و بعدش کرافتینگ تیبل رو ما میذاریم و بعدش میریم داخلش و شیلدمون یا اون سپر رو میاریم میذاریم اون گوشه و بنر رو میاریم و این گوشه میذاریم. همونطور که دیدید ما یه سپر داریم با طرح بنر، با طرح بنر مورد علاقمون. خب و همونطور که میبینید تو دستم سپره بنر روش کار کرده و همونطور که گفتم این فقط رو جاوا و ماینکرافت اندروید 1.20 و 1.19 کار میکنه. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. این ویدیو رو لایک کنید و بازنشر کنید، نظرتون بنویسید و این ویدیو به دوستان معرفی کنید، کانال دنبال کنید و زنگوله رو بزنید. عشق کنید تا ویدیو بعدی. خداحافظ.